عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و سروران گرامی. بنا به ضرورتی که احساس شد بنا دونستیم که ما یک ویدیو ضبط کنیم و نحوه آموزش کار با متاتریدر رو به صورت خلاصه و جامع خدمتتون عرض کنیم. همینطور استفاده از صرافی ها و نحوه خدمتتون که بگم مدیریت سرمایه. عزیزان فقط در پایان ویدیو و تو کپشن هایی که این ویدیو براتون پست میشه 4 کلمه کلیدی من بهتون میگم، میتونید ازش استفاده کنید که آموزش مربوط به اونو، یعنی لینک های آموزشی رو براتون ارسال کنید. یکی کلمه یوتیوب هست که ما لینک کانال یوتیوب براتون ارسال میشه. یکی کلمه فارکس هست که ما حالا آموزش‌های مربوط به قسمت فارکس حالا نیاز باشه براتون ارسال میشه. کلمه صرافی هست که لینک نحوه ثبت نام و احراز هویت در صرافی‌های ارز دیجیتال و همینطور لینک ثبت نامش براتون ارسال میشه. و کلمه حسابه که ماشین حساب مدیریت سرمایه و تصویر آموزشیشو براتون، این فرمول آموزشیشو براتون ارسال کنیم. خب بدون فوت وقت بریم سراغ کار با متاتریدر. از ما یک سری لینک ها براتون ارسال کردیم، کسایی که تو دایرکت به ما پیام دادن و کسایی هم که هنوز ندادن میتونن به ما تو دایرکت پیام بدن که این لینک ها رو براشون ارسال کنیم. که حالا 3 تا صرافی بهتون معرفی کردیم. لینک آموزشی رو چجوری احراز هویت کنیم و ثبت نام کنیم و لینک خود سایت ثبت نامش رو براتون ارسال کردیم. نحوه واریز برداشت پولش هم بهتون تو اون آموزش دادیم. حالا عزیزانی هم که دوباره میگم لینک رو دریافت نکردن تو دایرکت به اون پیام بدن، لینک ها رو براشون ارسال میکنیم. بعد از احراز هویت و ثبت نام تو صرافی، شما با خدمتتون که بگم چنین نرم افزار روبرو هستی که بهش میگم متاتریدر که 2 تا نسخه 4 و 5 داره، هیچ تفاوتی هم با هم نداره. صرافی ارز بروکرهای ارز دیجیتال اکثرشون خدمتتون که بگم از این نرم افزار استفاده میکنن. حالا نرم افزار شخصی سازی شده هم دارن علاوه به این نرم افزار. حالا چون که این کلیت بین همشون هست من اینو کامل براتون توضیح میدم. خب سمت چپ نوشته مارکت واچ، یه واچ لیست از ارزها یا استوک یا کامودیتی ها اینجا وجود داره که شما میتونید، حالا بعضی صرافی حتی ارز دیجیتال هم مثلا این الان صرافی فارکس تایم هست که ارز دیجیتال هم ساپورت میکنه. حالا بعضیا ساپورت میکنن بعضیا نمیکنن، اکثرا ساپورت هم میکنن. ولی ترید ارز دیجیتال داخل بروکرهای فارکس اصلا درست نیست، چرا که کارمزد بالایی داره و به صرفه اصلا نخواهد بود و حسابتون ممکن از دست بره. خب این واچ لیست هست. عزیزان ما بیشتر میخوایم رو ارز طلا ترید کنیم. اگر نماد طلا XAU به USD هست، نمادش XAU به USD. خب اگر تو این خدمتون که بگم این قسمت دیدید این کلمه که شما میخواید جفت ارزی که میخواید نبود، کافیه اینجا پایین کلمه رو سرچ کنید، مثل XAU به USD میزنید میبینید هستش. حالا احیانا اصلا از اینجا هم نخواستی بیارید، میتونید بیارید اینجا داخل ویو سیمبل و اینجا دسته‌بندی کرده. این جفت ارزهای فارکس هست که داخلش هست. حالا میتونید اضافه کنید. اینجا اثبات متال همون داخلش نقره و طلا و اون چیزا هست. ببینید مثلا من میخوام نقره، الان طلا فعاله، میخوام نقره رو فعال کنم، یه دابل کلیک روش کنم زرد میشه، میبینید و اینجا نماد نقره رو برای من فعال میکنه. استوک داره مثلا شرکت مثلا ادوبی، یا مثلا کریپتوکارنسی داره مثلا بیت کوین یا مثلا اتریوم.
خدمتتون که مثلا دوج کوین رو میخوام فعال کنم میزنید اینجا نمادش اضافه میشه. این از این موضوع. خب بعد که این نماد اینجا اضافه کردید کافیه روش، ما میگم که بیشتر سعی داریم رو طلا ترید داشته باشیم تو کانال. کافیه روش راست کلیک کنید، چارت ویو رو میزنیم که چارتش میاد تو تایم فریم هاش اینجا گذاشته که میتونه ازش استفاده کنید. علاوه از این میتونید از تریدینگ ویو هم استفاده کنید. سایت تریدینگ ویو هم که همتون دیگه بلدید. این هم سایت تریدینگ ویو هست که دیگه آدرسش هم که اینجا هست و اکثرا باهاش کار کردیم. خب میریم تو هم وروکر فعلا. خب این نماد طلا هست. ببینید الان من با چند تا اصطلاح اول قبل از هر چیز شما رو آشنا کنم. ببینید اینجا رو بچه‌ها، اینجا یه عدد هست، یه عدد 4 رقمی ممیز، دو تا رقم بعد از اعشار وجود داره. اول دو رقم بعد از اعشار رو بگم. این عدد 3 بهش میگن پیپ، بعد از عدد 3 که اینجا الان 2 هست بهش میگن پیپت. مثلا اگه 2781 ممیز 3 بشه 2781 ممیز 14، مثلا میگن این ارز یک پیپ رفته بالا. با من تایم فریم میکنم 1 دقیقه، یکم زوم هم کنم. ببینید مثلا اینجا 2734 ممیز 67 شده 2734 ممیز 78. تقریبا یه پیپ جابجا شده. حالا مثلا اگه بخوای ببینید یه پیپ چقدره، مثلا اسکرول وسط موستون رو بزنید روش یک کلیک کنید، قرقره همون قرقره وسط موستون یک کلیک بزنید و موس نگهداری وقتی میاد بالا ببینید نوشته 8 پوینت. وقتی میشه 10 پوینت برابر با یه پیپه. عدد بعدش رو میگن پیپت که حالا ما خیلی باش کار نداریم. که مثلا من میگم مثلا حالا جلوتر که مثلا میگن حد ضرر مثلا 40 پیپ است. یعنی مثلا اگه 23 27 35 مثلا حالا کار بعد اعشارش نداشته باشیم 27 35 باشه، وقتی 40 پیپ باشه حد ضرر ما، یعنی حد ضرر ما میشه 27 31. یعنی عدد قبل از اعشار 4 تا بعدش کم کنیم، 27 35 رو منهای 4 کنیم میشه 27 31، یعنی 40 پیپ. دیگه حالا همون دهگان و فلان این چیزا هست. پس رقم بعد از اعشار پیپ، بعدش پیپته که حالا ما میگیم مثلا پیپ مثلا 100 پیپ جابجا شده، یعنی این میزان قیمت جابجا شده که بهتون دیگه گفتم این پیپه. و مثلا اگه اینجا 100 پیپ باشه و قیمت مثلا 27 35 باشه، کافیه 27 35 رو به اضافه 10ش کنید چه 27 45. این تا 27 45 یعنی 100 پیپ. مثلا بیا اینجا براتون میخوام بکشمش، یکی من نمودار رو کوچیک کنم، کوچیک‌تر 45 هم بیا بالا نمودار. خب 35 اینجا هست تا 45. خب اینجا میشه 104 پوینت. حالا ممکنه تو تصویر اینجا خیلی واضح نباشه، حالا خیلی به این چیزا دقت نمیخواد، خیلی نیاز نیست که حالا مثلا چیز شو ببینید. ببینید بچه‌ها ما حالا امروز روزش یک شنبه است، مارکت بستم. حالا من میام رو بیت کوین که تغییرات قیمتی ها مثلا ببینیم. تایم فریم هم میذارم رو 1 دقیقه مثلا. خب ببینید ما فقط با این قسمت همون یه ارز مثلا x آی اینجا هم دیگه نموداری که باز میکنیم میاد این پایین، مثلا یه ارز مختلف حالا اینجا باز شده. حالا اینجا یه خدمتت که بگم یه تولباری دارید شما، خدمتتون که میگم اینجا میزان بالانس حساب، یعنی میزان موجودی حسابتون زده. مثلا اینجا زده 4995 دلار، مثلا موجودی این حتی این حساب دمو هست 4995 دلار هست. و میتونی ببینی که تو این حساب صرافیتون که حالا شما حسابتون اینجا زده ببینید چقدر موجودی. حالا ما مثلا بهتون میگیم حالا خرید کنید یا فروش کنید، شما باید نیاز به $2
دونستن اینه از کجا میتونید اینو خرید فروش کنید. ببینید ما اینجا یک چیز داریم به نام اوردر. روی این کلیک کنیم نیو اوردر رو بزنیم. حالا آموزش کار با موبایلش هم براتون ارسال میکنیم تو لینک ها. خدمتتون که بگم کلمه فارکس برام میفرستیم آموزش هم براتون ارسال میکنیم. خب وقتی رو نیو اوردر کلیک کنیم یه صفحه باز میشه به نام صفحه اوردر. اینجا سیمبل رو زده یا همون نماد رو زده. گفتم مثلا این نماد بیت کوینه. تو قسمت تایپ دو تا گزینه ما داریم، یکی مارکت یکی هم پندینگ. مارکت یعنی چی؟ یعنی شما اگر اینجا دکمه بای یا سل رو بزنید بلافاصله قیمت، یعنی شما وارد پوزیشن میشید که حالا اینجا وارد پوزیشن ما شدیم. میبینید الان مثلا میگه اینجا شما مثلا $2 مثلا رفتی تو ضرر. این یه موضوعی ضرب دارم بزنید بسته میشه. ولی گزینه پندینگ که بیشتر باید سر و کار داریم، مثلا شما این توانایی داریم مثلا قیمت روی بیت کوین مثلا $68,397 مثلا تو الان میتونی بگی من رو قیمت مثلا $60,000 برای من قیمت رو ست کن. اینجا چیزی نیست که دامنه داشته باشه و تو مثلا تو دامنه مثبت و منفی 5 فقط بتونی اوردر بذاری. اینجا وایده، یعنی کاملا بازه و شما میتونید هر قیمتی خواستید اوردراتون رو بکنید. که معمولا ما سیگنالی هم که میدیم از نوع پندینگ اوردره و شما یعنی کم میشه که بگیم مارکت بذارید، یعنی به همون الله مارکت، چون که تو ما گفتیم شما بلافاصله با سل رو بزنید دیگه. ولی پندینگ از قبل اوردرتون رو میکنید تا قیمت بهش برسه. مارکت بره موقعی که شما میخواید تاییدیه بگیرید و خودتون پشت سیستم هست. خب حالا تو پندینگ چه تو مارکت اینجا نشونتون دادم یه ولوم داره که این قسمت مدیریت سرمایه است. نحوه محاسبه ولوم رو بهتون تا چند دقیقه دیگه بهتون میگم. یه استاپ لاس یا همون حد ضرر داره، یه تیک پروفیت یا همون حد سود داره. دیگه هیچ چیزی نداره، شما دیگه نیاز نداره. شما اینجا ما اونجا یه استاپ لاسی بهتون میدیم، مثلا میگیم 69. الان قیمت چنده؟ میخوام الان بای بگیرم، مثلا قیمت رو میذارم میگم رو $68,000. استاپ لاس هم باشه، تیک پروفیت هم رو مثلا $70,000 باشه. خب الان بای کن مارکت. خب ببینید تصویر اینجا نمیشه برای من SL، اینجا نمیشه TP، یعنی استاپ لاس تیک پروفیت، حد ضرر حد سود. قسمتی هم که اینجا خط هست که به ما داره میگه شما اینجا وارد پوزیشن حالا لانگ شدید. اینجا وارد میشه بیت کوین تو تایم اینقدر، پوزیشن بای، مقدار حجمت اینقدر بوده، رو قیمت فلان، حد ضررت اینه، تیک پروفیتت اینه، قیمت حال حاضر هم اینه. حالا میتونی یا مثلا جابجا هم کنی یا همین کافی اینو بگیری کامل جابجا کنی یا اون تیپی تو خواستم به من گفتم این ضرب داره کافی بزنید و از پوزیشن خارج میشه. حالا ما میریم قسمت پندینگ. پس این مارکت رو یادتون این ولوم رو فعلا نگهش دارید، چند دقیقه دیگه اینو توضیح میدم چجوری باید حسابش کنیم و این خیلی مهمه. قسمت پندینگ یه خورده تعداد گزینه‌اش بیشتره. اول این تایپش چند نمونه هست، یه بای لیمیته، یه بای استاپی، یه بای استاپ لیمیتیه. اکثر یعنی 100% پوزیشن ما بای لیمیت یا سل لیمیته. سعی میکنه از بای استاپ و سل استاپ، مگر اگه بخوایم هج سیستم استفاده کنیم از اونها استفاده میکنیم. حالا اینا چی هست؟ خب من با یه مثال براتون توضیح میدم. حالا نت ما مشکل هم خورد، این هم صداش ولی نمیکنه. خب مثلا شما فرض کنید مثلا این یه سطحی ما اینجا داریم. خب این سخت صدا اینجوری یعنی قطع شده. وقتی هم صدای بعدی میاد که الان اومد، یعنی نت اتصال به بروکرتون باز وصل شد. پس فرض کنید شما یه سطح، دو تا سطح اینجا دارید. خب این یه موضوع. خب الان میون روند هستی، درسته؟ شما میگی اگر قیمت اومد اینجا، من از اینجا بایش میگیرم تا این خدمتتون که بگم این سطح بالا. خب وقتی بخوای این کار کنی، الان ما میخوایم یه پوزیشن رو بای ست کنیم از این قیمت مثلا
$68000 حالا تقریبا هست. اینجا من بزنم روش، حالا اینجا کافی بیاد، حالا نتمون هم قطع شد. این $68000 تا قیمت $70000. بذار من اینو یکم بیارم بالاتر، بگم همون قیمت $70000. خب برای اینکه این پوزیشن رو بگیریم، ما پوزیشن رو باید از اینجا بگیریم به اینجا. صبر کنیم بچه، من نتم برگرده تا این نیو اوردرم فعال بشه. یه حالت اینجوریه، درسته؟ یه حالت دیگه هم توضیح میدم. خب برای اینکه از قیمت $68000 اوردر بای ست کنیم تا $70000، کافی بیایم تو نیو اوردر، تو قسمت پندینگ اوردر. بچه ببینید الان قیمت چنده؟ $68356. الان قیمت که به $68 نرسیده. خب ما از قبل میتونیم قیمت رو به این ربات بدیم که خودش وقتی قیمت به این مارکت به این قیمت رسید، خودش برامون اوردرمون رو فعال کنه و ما رو در پوزیشن خرید قرار بده. خب برای این کار میایم قسمت پندینگ اوردر، اینو میذاریم رو بای لیمیت، چون که میخوایم پوزیشن بای بگیریم. خب حالا ولوم بعدم گفتم توضیح میدم. پرایس میگیم $68000، درسته؟ خب استاپ لاس مونه مثلا میذاریم روی $67000 مثلا. تیک پروفیتمون رو میذاریم روی $70000. خب دیگه اون گزینه‌ها رو نمیخواد فعال کنه، کاری به اونا نداره. اینو میذاریم و اوردر برای ما فعال میشه. ببینید اینجا حد ضررم، اونجا نوشته SL، اینجا نوشته TP، یا حد سودمونه. اینم بای لیمیت با حجم اینقدر در قیمت $68000. خب این الان اوردر برای ما ست شده که اگر مارکت، الان میبینیم اینجا در انتظاریه که بیاد مارکت بهش برسه و اوردر فعال شه. الان مارکت فعلا اینجا قرار داره، بذار من زوم کنم. این مارکت الان اینجا قرار داره و اوردر ما اینجا هست و هنوز مارکت بهش نرسیده. وقتی این رسید این فعال میشه و به قول معروف اینجا کنتور مینذاره تو جهت سود یا ضرر. این از این نوع اوردر. هر خاصی دیگه کنسلش کنه اگه فعال شه، این کافی این ضربه رو بزنه. حالا برخی مواقع، حالا مثلا میگیم آقا سل میخوام، اوردر سل، مثلا میگم اگه قیمت ما رو $70000 برای من سلش کن تا مثلا $60000. باز اینجا مثل همون میایم رو قسمت پندینگ اوردر میذاریم رو سل لیمیت، حجم رو بعدا توضیح میدم. اینجا میذاریم $70000، استاپ لاس اون مثلا $71000 و تیک پروفیل اون $68000 باشه، درسته؟ اینجا میزنیم تاییدش میکنه. خب الان ببینید اینجا نوشته سل لیمیت با حجم اینقدر در قیمت $70000، حد ضررمون رو قیمت $71000 و تی پی مون هم رو قیمت $68000 که مارکت اینجا رفت بالا، اینجا اوردر ما رو ست میکنه و اگر ریخت ما اینجا میریم تو سود. خیلی خوب، این از این موضوع. حالا برخی مواقع شما مشاهده میکنید، میگه آقا مثلا میگن مثلا تحلیلگرا میگن مثلا مثل حال حاضری که الان مثلا طلا داخلی هست، میگن آقا قیمت تو سقف قیمتی هست، مثلا اینجا هست، میگن الان خرید طلا به صرفه نیست، صبر کنید اگه این سقف رو شکوند، من این اوردر رو حذفش کنم. این اوردر بچه روش دابل کلیک کنید میتونید باز مودیفایش کنید، یعنی ویراژش کنید. مثلا این 71000 رو کنید 70500 مثلا. من زدم رفت یک لحظه 70500. اینجا مودیفای رو بزنید این ویراژ میشه. خب حذفش کنم. خب مثلا حال حاضر طلا برخی میگن مثلا الان قیمت تو سقف، صبر کنید اگه سقف شکست وارد پوزیشن بشید و وقتی که تو سقفه و تاییدیه ورود نداده شما بهتره وارد پوزیشن نشید. خب
حالا مثلا میگیم آقا اینجا سقف قیمت $70,000، شما مثلا میگه اگه قیمت رسید به $71,000 من وارد پوزیشن میشم به تارگت مثلا $100,000. خب من اینو ببرمش رو تایم، یکم زومشو کم کنم، مثلا به این تارگت اینجا حالا چنده، حالا این کمه، مثلا بیارم رو تارگت مثلا $73,000 مثلا میگه اینجا. حالا کل صحبتم با این فلاش نشون میدم، میگه آقا قیمت اگر اومد اینجا مثلا خودشو تثبیت کرد، خب من خیالم راحت شد که قیمت این سقف رو شکونده و تایید داده. وقتی قیمت رسید به $71,000 ربات برای من وارد پوزیشن خرید بشه. ما برای این تو موقعی میایم رو قسمت همون پندینگ اوردر هست، فقط ما اینجا به جای بای لیمیت و بای استاپ ببینیم بای لیمیت چه موقعی بود. ما مارکت قیمتش اینجا بود، ما می‌خواستیم زیر اون قیمت مارکت خرید کنیم، ولی الان می‌خوایم بالاتر از قیمت حال حاضر مارکت. قیمت مارکت الان $68,362. می‌خوایم بالاتر از این قیمت پیشنهاد خرید میدیم. ببینید اگر شما الان اینو بذارید روی بای لیمیت، مثلا بگید حالا من الان قیمت گذاشتم رو بای لیمیت، بچه‌ها ببین می‌خوام اینو براتون امتحان کنم. مثلا میگم که رو قیمت $71,000 برای من خرید کن. میبینی این غیر فعال میشه. چرا؟ چون که ربات الان متوجه میگه آقا قیمت الان $68,000. مگه تو عقلتو از دست دادی که میخوای رو قیمت $71,000 بیا همین الان رو همین $68,000 بخر. ولی شما یه هدف دیگه داری، چون که یه هدف دیگه داری بعد به ربات میگی نه من هدفم چیزی دیگه است، میاد از بای استاپ استفاده میکنی. یعنی قیمت بیاد بالا یه سطحی رو بشکنه و مطمئن بشید تثبیت داده باشه و مثلا بیاید رو $71,000 خرید کنید، مثلا به تارگت $73,000 $73,000 با استاپ مثلا $70,000. خیلی خوب، اینجا اینو بزنید میبینید این یعنی چی؟ این مارکت بیاد خودش از اینجا بکشونه بالا و این سطح رو بشکونه. وقتی رسید به اینجا این قیمتمون اینجا هست، رسید اینجا وارد پوزیشن خریدتون کنه به تارگت اینجا. تی پی رو کنم ازشو اشتباه دادم، یه صفر بالا زدم. خب به تارگت این عدد. و تو قسمت پوزیشن سلش هم همین جوریه دیگه. شما الان قیمت مارکت اینجا معمولا میگی سل که اینجا رو میای سل میذاری، ولی میگی نه ممکنه مثلا مارکت اومد رو این سطح مقاومتی برگشت، اگه این برگشت من میخوام اینجا حد ضرر نخورم، درسته؟ میگه اگر این سطح مقاومتی مارکت اینجا اومد شکوند، مثلا رو قیمت حالا بگم عدد روندم بگم که مثلا رو قیمت $67 رسید، برای من یه پوزیشن سلی باز کن مثلا به تارگت $60,000، مثلا بیا به اینجا مثلا یه $64,000. خیلی خوب کافیه. ما مطمئن میشیم اگر اینجا شکست، این سطح مقاومت شکست یا حمایت شکست، از اینجا برای ما وارد سل بشه و به تارگت پایین. خب میایم اینجا تو نیو اوردر پندینگ اوردر میایم سل استاپ میذاریم. خب قیمت رو میدیم روی اینجا گفتم چند $67,000 67 با حد ضرر 68 با تیک پروفیت مثلا 65. خب اینو فعالش کنیم بیا میگه قیمت اگه رسید به اینجا شما وارد پوزیشن فروش میشید به تارگت این و با حد ضرر این. حد ضرر شما همون نقطه حمایتی که شکسته شده بود، حد سود هم نقطه پایین تر. این از نحوه اوردر گذاری. حالا دو تا گزینه دیگه هم داشت، حالا خیلی باش که سر کار نداره، حالا بعدا اینو توی به صورت رشته استوری اینو توضیح میدم. با استابلیمیت میگه این سطح بشکنه و پول بک و برای این چیزه اینجوری میشه چیز. حالا خیلی خودتون گیجه، ما فقط هم با بای لیمیت و سل لیمیت سر کار داریم، چون که ویدیو و تایمش کمه، من از سری ضبطش کنم
خیلی به جزئیات این پرداخت نمی‌کنم. خب الان با مفهوم پیپ و پیپت آشنا شدیم که حالا با پیپت خیلی کارم پیپ آشنا شدیم. یک چیز دیگه هم بچه بهتون بگم. ببینید اینجا مثلا قیمت زده 69 مثلا 2 تا صفر. خب وقتی قیمت میرسه به 69 صفر 1 اینجا بعد این یه ممیز یه عدد دو رقمی مثلا بود. خب از 69 2 صفر رسیده به 69 صفر 1 این یه عدد دیگه دهگانه دیگه، یعنی 10 پیپ قیمت جابجا شده. اگه این عدده بشه 1 یعنی 100 پیپ قیمت جابجا شده. خیلی سخت نیست، کافیه بیاید شما اه، 69 2 صفر منهای 69 صفر 1 میشه 1 که ضرب در دهش کنی میشه 10 پیپ. و این از این موضوع. حالا ندونستید چند پیپه کافیه میگم که دکمه اسکرول همون قرقره وسط موضوع بزنید و کلیک رو نگه دارید، اینجا براتون نمایش میده. نشه مثلا حالا قیمت ثابتی بگیرم براتون، مثلا اینجا نوشته چند پیپ، مثلا زوم بذار تو تریدینگ ویو براتون این رو نشون بدم. اینجا حالا یکم فکر کنم ریز باشه گیج میشه، نوشته مثلا 56744 پوینت یعنی 5674 پیپ. حالا این زیاده تو چون که ارز دیجیتاله و حالا نحوه محاسبه اینا متفاوته. حالا ما بیشتر رو جفت ارز طلا هستیم، مثلا من نماد طلا رو بیارم چارت ویندوز رو بذارم، مثلا میخوام از اینجا تا اینجا چند پیپ بوده، کافیه اینجا اسکرول رو بگیری بیاری تا این پایین بهت میگه 5845 یعنی 584 پیپ. او عدد 5 آخرش دیگه دیگه نیاز نیست بخونم، مثل ریال خودمون، ریال تومان خودمون هست. یه 584 پیپ مثلا از این قیمت بالاتر اینجا ریخته. حالا بخوایم همینجور دستی هم حسابش کنیم، بیا قیمت چقدر بوده 2789، حالا ما میگیم 2790 2790 قیمت حال حاضر هم چقدره، مثلا اینجا 2731 منهای 2731 اینی میگه چقدر، اینو از ضرب در دهش کنیم میشه 590 پیپ. میگه اینجا 590 پیپ ریخته. حالا بعضیاتون میگه این چه به دردی میخوره، حالا دونستنی حالا میاد تو مدیریت سرمایه که الان میخوام خدمتتون عرض کنم. مدیریت بچه حالا ما این میخوایم این قسمت ولوم رو به دست بیاریم. خب حالا این ولوم چه به دردی میخوره؟ ببینید خدمتتون که بگم شما مثلا اینجا میخواید وارد پوزیشن خرید بشید، اینجا حد ضررتونه. خب هر معامله گری در فارکس بین 1 تا 3% بیشتر مجاز نیست رو کل خدمتتون که بگم سرمایه کلش ریسک کنه. یعنی ما اینجا اگه حالا فرض کنیم حالا 5000 دلار باشه، اینو ضرب در مثلا آماتورا 1 تا 2%، حالا حرفه‌ای تا 3%، مثلا ضرب در مثلا 2%ش کنیم که بیا حالا میشه چند؟ میشه 100 دلار. حالا بیا میخوام اینجا 5000 دلار ضرب در 2% یا ممیز 0.2 میشه 100 دلار. یعنی شما چی؟ یعنی 100 دلار چیه؟ اینجا براتون میشه 100 دلار. این 100 دلار میگه چی؟ میگه اگر شما اینجا فرض کنید وارد پوزیشن خرید شدید، اگر مارکت خلاف انتظار شما اومد اینجا حد ضررتون رو زد، شما بیشتر از 100 دلار ضرر نکنید. یعنی 2% سرمایه‌تون کنید. اینجا 2% ما در نظر گرفتیم. یا 1% بود میشه 50 دلار. مثلا فرض کنید اینجا 1% ما میگه 50 دلار بیشتر ضرر نکنید. این چه به دردی میخوره؟ وقتی مثلا شما 1% سرمایه‌تون وارد این پوزیشن کردید، شما 100 بار پشت سر هم که حد ضرر بخورید، اون موقع کل این پول صفر میشه. پس وقتی این کارو کنید شما ذره وارد مارکت میشید و اگه حد ضرر هم خوردید، حد ضررتون اینقدر
سریع نیست که سریع از مارکت خارج شید و به قول معروف کال مارجین میشید، یا تو ارز دیجیتال بهش میگن لیکوید شدن، این سرمایه‌تون آب بشه. ما حالا این چیکار کنیم؟ اینو که این بشه $50، ما تو اینو از قسمت همون ولوم، یعنی اینجا باید محاسبه کنیم. حالا محاسبهش چجوریه؟ پس ما میخوایم یه کاری کنیم که اگر حد ضرر خوردیم بین 1 تا 3%، بیشتر ضرر از کل سرمایه بیشتر ضرر نکنیم. خب ساده است، کافیه بیایم یک حساب کتاب ساده داره که اینجا براتون از قبل تهیه‌اش کردم. فرمول محاسبه لات، همون ولوم رو بهش میگیم لات. اینجا ما یه ولوم داشتیم که بهش میگن لات یا پوزیشن سایزینگ. خب میگه میزان ریسک به دلار. خب من گفتم بین 1 تا 3%. فرض کنید شما فرد آماتور هستید. الان اینجا یه مثال هم خودش آورده، حالا من بعد یه مثال هم رو همون پولی که الان توی بروکر هست $5000 براتون مثال میزنم. میزان ریسک به دلار رو یعنی چی؟ یعنی گفته میزان ریسک به دلار منظورش اینه که شما مثلا اینجا 3% گرفته، 3% رو ضرب در کل سرمایه‌ات که مثلا اینجا $5000 بوده، مثلا اینجا $1000 در نظر گرفته، حسابش $1000. 3% ضرب در این کنه. این صورت فرمول به دست میاد. مخرج فرمول ارزش هر پی به ازای 1 لات استاندارد. اینجا یه عدد ثابتی ما داریم. حالا خیلی نمیخواد خودتون رو گیج کنی، این عدد همیشه برای طلا 10 هست. حالا بهت میگم از کجا به دستش بیاری، ولی همیشه 10 هست. حالا برای ارزهای دیگه، برای خدمتی که بگم، برای طلا برای اونس جهانی 10 هست، برای یورو بی یو اس دی 10 هست، برای به یورو به کد مثلا 7.6 بکنم، اینجا 7.6 هست. خیلی مهم نیست، شما همون 10 در نظر بگیر. ما چون که همه بیشتر پوزیشنمون رو همون اونس جهانی هست، اینا یه بار حساب کنه اول کار کفایت کنه. حالا من که مثلا سرمایه 2 برابر شه، مجبور شه باز میزان پوزیشن سایزینگ تو تغییر بده. ابتدای کار مثلا برای 100 تا 200 پوزیشن اول دیگه همین یه بار حساب کنه کفایت کنه و دستتون میاد رو چقدر بعد بذارید. خب ارزش هر پیپمون که گفتیم عدد ثابتی هست برای اونس جهانی و عدد 10 است. حالا جلوتر بهتون توضیح میدم از کجا میاد. و یه حد ضرر داری. حد ضرر همون داستانی که من میگم 40 پیپ فلان پیپ هست. من توی سیگنالی که بهتون میگم 99% مواقع حد ضررم اعلام میکنم 40 پیپ، برخی مواقع 30 پیپ هست. شما حالا همون بزنید 40 پیپ، تقریبا مخرج کسرتون ثابت هست. یعنی کافیه 10 ضرب در 40 کنید که میشه 400. کافیه اون 3% مثلا یا 2% 1% سرمایه اولیتون تقسیم بر 400 کنید و اون ولوم به دست میاد. حالا اینجا برامون اومده چیکار کرده؟ یک مثال زده، گفته ما میخوایم رو جفت ارز یورو بی اس دی با سرمایه اولیه $1000 میخوایم با 3% ریسک، حد ضررمون 50 پیپ، یه پوزیشن باز کنیم. برامون پوزیشن سایزینگ رو یا همون ولوم رو حساب کن. گفته خب $1000 سرمایه اولیمون بوده، میخوایم 3% ریسک کنیم، پس میشه $30. این $30 چیه؟ یعنی شما اگه حد ضرر بخورید $30 فقط ضرر بیشتر نکنید. ارزش هر پیپ هم این استاندارد، این بر اساس خود ارزش هر پیپ به ازای 1 لات استاندارد است و این مثلا نیاز به محاسبه نداره و این یه چیز قراردادی است. حالا خیلی نمیخوایم وارد این شید. حالا این 7.6 هست. سایت حالا بهتون میدم که گفتم اونجا کلمه حسابو برام بفرستید. ماشین حسابی هستن، خودش اتومات اینا رو براتون وارد میکنه. اصلا نخواهش شما اینجوری حساب کنید، ولی یه بارم که خودتون دستی حساب کنید دیگه کار دستتون میاد. خب اینجا شد $30. این $30 رو میاریم میذاریم تو صورت که هست، یعنی میزان ریسک به دلار. سرمایه اولی ضرب 3% شد $30. مخرج کش همون ارزش هر پی بود که این عدد ثابتی بود، برای هر ارزی متفاوته. 7.6 ضرب در گفتو حد ضرر 50 پیپه، 50 پیپ. خب 30 تقسیم بر خب من اینو بیارم گوش
میشه 7 و 6 ضرب در 50 میشه 380. درسته؟ خب 30 تقسیم بر 380 میشه چقدر؟ مایع 78. خب اینجا ولوم کافی وارد کنه مایع 78. حالا دیگه اینجا بیشتر از این قبول نمیکنه، حالا رو عرض دیگه مثلا میشه ستش کنه و مثلا مایع 7. خب کافی اینجا داخل این مایع 7 همون بزنیم و اگه حد ضرر خب 50 پیپ اومد پایین خدمتتون که بگم پوزیشن رو میبنده. حالا ما ارزمون اونجا چی بود اسمش؟ یورو به کل. اینجا یورو به کل، یورو به کل. خب عدد داده بود چند؟ اینجا گفت بود پندینگ اوردر برامون بذار، ولوم شد مایع 0700 پرایس رو گفته بود حالا مثلا قیمت حال حاضرش یک ممیز 14. حد ضررمون 50 بیپ پایین تره و اینا رو حساب کن. حالا یه مثال هم رو طلا براتون بزنم بچه. اینجا میاد تو نیو اوردر. حالا من یه مثال فنی بزنم، مثال ساده بزنم روی طلا بر اساس فرمول. خب ما بر اساس همین فرمول میام یک مثال رو همین جفت ارز طلا براتون میذارم که شما متوجه داستان بشین. خب من دو تا عدد رو با این خط براتون مشخص میکنم. مثلا 27 30 27 20 این نقطه ورود ما هست. خب حد ضرر رو میخوام 40 پیپ پایین ترش باشه. 27 20 منهای 4 میشه 27 16. درسته؟ حد ضرر رو 27 16 و حد سودمون هم مثلا 150 پیپ کافیه. 27 20 به اضافه مثلا 15 کنیم 27 35 27 35. خب حد سودمون هم اینجا باشه. ما میخوایم یه پوزیشن بای در این جهت بگیریم. حد ضررمون اینجا است، حد سودمون هم اینجا است، نقطه ورودمون هم این خط قرمز وسط است. خیلی خوب. اینجا میایم میذاریم رو پندینگ اوردر، بای لیمیت میخوایم ثبت کنیم. حالا ولوم حساب میکنیم. واسه شد 27 20 استاپ لاس 27 16 و تیک پروفیتمون خدمتتون که بگم 27 35. خیلی خوب. حالا ولوم رو میخوایم حساب کنیم. ما اینجا حسابمون چند دلاره؟ 5000 دلاره. ما یه حساب 5000 دلاری داریم. درسته؟ خب اینو ضرب در مثلا فرد آماتوری هم هستیم، میام بین 1 تا 2% بیشتر مجاز نیستیم، میام 1% از سرمایه‌مون رو ریسک میکنیم. میشه چند دلار؟ میشه 50 دلار. بیا حالا ماشه حساب براتون میزنم که متوجه بشید. 5000 دلار ضرب در 1%ش که کنیم میشه 50 دلار. خب صورت کسرمون شد، دارم روی این شکل ها میزان ریسک اینجا حساب میکنم. صورت کسرمون شد 50.
مخرج کسبمون گفتم ثابته، چون که برای اونس هست، ما بیشتر ترید اون رو اونس هست. انشالله میایم این هم مخرج کسب. گفتم عدد اول 10 است و اینجا گفتم 40 پی بود، درسته؟ 27 20 تا 27 16 17 18 19 20 یعنی 40 پی. 10000 در 40. اکثر پوزیشن ما 99% پوزیشن ما همون 40 پی در نظر میگیره که این میشه که این جواب این میشه 400. کافی شما 50 رو پس تقسیم بر 400 کنید. خب 50 تقسیم بر 400 میشه مایه 125 که حالا اینجا تو دو رقم بیشتر قبول نمیکنه. مایه 112 صدم. اینجا ولوم 12 صدم بزنه. اگه اومده حد ضرر خوردی، شما خدمتت که بگم 40 پیپ بیشتر، ببخشید $50 بیشتر ضرر نمی‌کنید یا همون 40 پیپ. حالا اگر سودن کردی بهتون میگم چند دلار میشه. خب اگر پس ما اینجا حد خوردیم $50 بیشتر زیان نمی‌کنیم. اگر هم سود کردیم هولوش اشتباه نکنم 180-90 تا میشه سودمون میشه. آره 180-90 میشه. حالا این چه جوریه؟ اصلا تناسب ببندید، میگید تو 40 پیپش شده $50، 150 پیپش کردیم، این فاصله 150 پیپ بود، میشه چقدر؟ تقریبا 180-90 تا میشه. خب رو تریدینگ ویو حالا ممکن اکثرا چون که تو پیج اول کار میخوام، بعدا میان وارد کانال تلگرام میشیم ان شاءالله در آینده. ولی ابتدای کار توی خدمتتون که بگم تریدینگ ویو براتون سیگنال رو به صورت تصویر میگذارم، ببینید اینطور چیزی متصرف هست. مثلا همین این پوزیشنی که اونجا براتون اعلام کردم، گفتم 27-20 نقطه ورودمونه. نقطه من عددا رو دقیق میزنم، یعنی نمیام عدد اعشار بعدش رو دیگه بهتون اعلام کنم که حالا داستان باشه. خب 27 16 شد، نه 27 35 تیک پروفیت و 27 16 شد حد ضرر 27 20. خیلی خوب. انتظارشون مارکت اگه وارد این خدمتتون که بگم قیمت شد اینطور رفتاره، این میاد مارکت اینجا، ما از اینجا انتظار داریم مارکت بره تا سمت بالا. خب ما اینجا براتون مشخص کنیم حد ضرر کجاست. حالا مثلا تو این تریدینگ ویو که خواستید شما عزیزان حساب کنید چند پیپه، کافی اینجا اینو بزنید تقریبا هولوش اینجا که بیارید بالا، ببینید اینجا زده چند 394 تا، همون 40 تا. حالا عدد رو من اینجا دقیق نگرفتم، 394 یعنی همون 39 یعنی همون 39 پیپ. حالا دقیقش رو بگیریم میشه 40 پیپ، چون که از نقطه 27 15 ممیز 98 گرفته تا 27 19 ممیز 92. این مثلا این عدده همون 40 پیپ هست و اینم باز اینجا من میخوام بگیرم حد سودم چقدر بوده. اینجا میدونی زده 150 پیپ. یا خب راستی خدمتتون که بگم ماشین حساب ما حالا کلمه حساب رو برام بپرسید، ما آدرس این ماشین حساب بهتون میدم. میخوایم با ماشین حساب کنی، حالا بعضیاتون شاید بترسید که چجور حساب میشه، کافی اینجا اسم نماد رو بنویسید USD. خب بیا این طلا دلار آمریکا، طلا به دلار آمریکا، ارز سپرده یعنی ارزی که اینجا دارید چیه؟ یه دلار آمریکا دیگه ثابته. قیمت باز یعنی چند؟ میگه رو چه قیمتی میخوای بخری؟ میگم 27 20. توقف قیمت ضرر یعنی حد ضرر چقدره؟ میگم 27 16 است. خب موجودی حسابتون میگم مثلا $5000. ریسکت مثلا چقدره؟ اونجا 1% بودیم، درسته؟ محاسبه کن.
یه موضوع، فقط این موضوع اگه اینجا علامت سوال و کافیه روش کلیک کنید، حالا نمیشه اندازه قرارداد. اندازه قرارداد حالا برای این صده، حالا بخیر اندازه قرارداد این ارز ما چی بود؟ XAU USD گفتم 27 20 27 16 1% $5000. اینجا محاسبه اندازه قرارداد رو میذارید. حالا این 100 از کجا میارید؟ این 100 کاری نداره، این 100 کافی شما به رو همون ارز این طلا اینجا هست، یه راست کلیک روش کنید، یه اسپشیال داره، این عدد حالا برای این 100 می نوشه کانترکت سایز 100، این عدد 100 همینه. مثلا حالا برای یه ارز دیگه مثلا یورو CHF اسپشیال کانترکتش مثلا 100,000 یورو هست و خیلی حالا چیز خاصی نیست. برای طلا 100 دیگه، اینو حواستون باشه. اینجا 100 بزنید، اینجا محاسبه رو که بزنی بهت میگه اینجا ماهی 125. ما قبلا هم چند حساب کرده بودیم؟ ما هم اینجا 125 به دست آورده بودیم. به همین سادگی بهتون میده. یا ماشه حساب دیگه هم هست، اینجا محاسبه حجم ها رو بهتون میده، نرخ مبادله ها رو بهتون میده. مثلا نکن میخوای بدونید اون عدد تو این فرمول که براتون آوردم، گفتم مثلا یورو به CHF چند هستا، مثلا میذاریش یورو به CHF، مثلا USD به JPY، میخوایم ببینیم نرخ معادله چیزش چقدره، نرخ معادله‌شو پایین‌تر بهتون میده. حالا صبر کنید. باز اینجا محاسبه حجم معاملاتش هم همون مثل همونه، درصد ریسک و میزان استاپ-لاس و نرخ مبادله‌اش هم که اینجا مثلا 100 بود و براتون حساب میکنه. خب چیزی حالا فعلا این ماشین حساب نیاز داره، شما هم کفایت میکنه همین این ماشین حساب رو استفاده کنید که راحت بهتون میگه. پس حواستون باشه تو این فرمول دیگه من تکرار نکنم، ارزش حرفی ارزش حرفی به ازای لات برای اونس 10 هست، برای یورو USD هم 10 هست، هم عدد ثابته. اینو ما مخرج کسب معمولا حد ضرورت چون که 40 مخرج کسب 400، شما کافیه سرمایه اولیتون رو ضرب 10. حالا اگر آموتورس 1 تا 2% سرمایه‌تون بزنید، اون عدد رو تقسیم بر این کنید، این ولوم سایز اینجا براتون محاسبه میشه و میتونید مدیریت سرمایه کنید. حالا برخی عزیزان حسابشون سنتی هست. وقتی حساب سنتی بچه باز کنید، اینجا میزنه USD فکر کنم S آخرش میذاره و یه عدد بزرگ، مثلا شما $100 شارژ کرده باشید میشه میزنه $10,000 و اینجا هر عددی که اینجا هست شما حساب کنید. شما اصلا کاری نداشته شما چند دلار واریز کرد، هر عددی اینجا هست شما بر اساس این حساب میکنید. شما معمولا تا مثلا حسابتون مثلا رشد 50% نکرده دیگه، همون میزان پوزیشن سایزینگ رو بیارین جلو. یعنی اگر اینجا بهتون مثلا 12% اومد دیگه، تا فعلا 50-60% که حسابتون داره رشد میکنه همون با 12% بیاد بالا. بعد از اون باز چون که حسابتون مثلا $5,000 تو مثلا میشه $7,000 $8,000، باز اونجا بعد میتونی باز پوزیشن سایزینگ میتونی محاسبه کنید که میزان لاتتون رو میارید بالاتر و میتونید سود بیشتر از مارکت، با قول معروف سود مرکب تر بگیرید. نمیخواد هر روز اینو حساب کنید چون این عدد تقریبا یکی هست. خب اینم از این موضوع. حالا ما بچه ها 3 تا TP داریم. خب تو هر معامله 3 تا TP میزنیم. برای شمایی که تازه کار هستید پیشنهاد میکنم رو همون TP اول کل پوزیشن رو ببندید. من استراتژی که برای این چیز برای این سیگنال ها چیدم بالای 95% تو TP 1 هم میزنه، یعنی مطمئنم بالای 95% TP 1 من تاچ میشه. و شما که تازه کار هستید و بی خود ترس از معامله کردن دارید، بیاید رو همون TP 1 ببندید. خب ببینید مثلا ما اینجا 3 تا TP داریم. یک TP مون مثلا اینجا هست، یه TP مون مثلا اینجا هست،
و تی پی آخرمون هم مثلا اینجا هست، حالا 3 تا 4 پیپ، حالا بستگی داره. وقتی میگم ببندید، وقتی مارکت رسید اینجا کافیه کلوز بزنید یا اونجا تیک پروفیتتون فقط بذارید رو تی پی 1 که خودش اتومات ببنده. حالا جلوتر که رفتیم ما درصدی میبندیم، مثلا میگم بهتون 30% مثلا بر اساس استراتژی خودتون 30% رو این، 30% هم رو مثلا 30% هم رو این، مثلا 40% هم روی این پوزیشن ببندید. خب اینو چجوری میبندید؟ من همون بیت کوین رو باز کنم که بشه مثلا چارتشو بیارم. خب تایمش کنیم 1 دقیقه. مثلا اینجا ما یه پوزیشن بای مارکت بگیریم. خب حالا برعکس در جهت سلم های سلم بزنم که بتونم رو اون کار کنم. خب حالا میخوام مثلا درصدی از این پوزیشن حالا بای رو بزنم، من کلا بذار یکم بره مارکت بالا و پایین بشه، یکیش بره تو سود، حداقل بین این گیره چند دقیقه صبر میکنیم که این رد شه. خب پس یاد تکرار میکنم، اگر کانال یوتیوب ما رو خواستید که این ویدیوها داخلش علاوه بر اینستاگرام ذخیره میشه، اگه کانال یوتیوب ما رو خواستید کلمه یوتیوب رو برام بفرستید. اگر خدمتتون که بگم آموزش باز آموزش صرافی های فارکس رو خواستید یا حالا و نحوه کار با متا تریدر به صورت جامع تر خواستید، کلمه فارکس رو برام بفرستید که حالا آموزش باز چیز هم اضافهش میکنم، همون چی بهش میگن احراز هویت و ثبت نام تو بروکرهای فارکس. اگر نحوه آموزش کار با صرافی های ارز دیجیتال و نحوه ثبت نام احراز هویتش رو خواستید، کلمه صرافی رو برام بفرستید. اگر هم فرمول محاسبه پوزیشن سایزینگ، یعنی همین عکس و این سایت رو خواستید، کلمه حساب رو برامون بفرستید، براتون ما ارسال کنیم. پس کلمه حساب اگه ارسال کنید این آدرس این سایت و این مثال رو براتون ارسال خواهیم کرد. اگر کلمه صرافی رو برام بفرستید که حالا جلوتر بهتون آموزش میدم، نحوه آموزش احراز هویت ثبت نام و لینک ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال براتون میرسن. اگر کلمه فارکس رو خواستید، احراز هویت و ثبت نام در بروکرهای فارکس و همچنین وارز و برداشتش و همچنین تقریبا 20 جلسه آموزش کار با متا تریدر 5 او براتون ارسال خواهیم کرد. اگر کلمه یوتیوب رو فرستادین، آدرس کانال یوتیوب اون رو براتون ارسال خواهیم کرد تو کامنت ها زیر همین پست. خب حالا پوزیشن ما رفت تو سود، درسته؟ حالا من این پوزیشن سل رو ببندمش، پوزیشن بای. حالا ما میخوایم درصدش رو مثلا رو این قیمت ببند. خب میبینی اینجا کلوز میزنه. حالا ما حجممون 5 صدم لات بده، مثلا من میگم مایسر 1 صدمشو مایسر 5 ضرب در 30% میخوام کنم که حالا درصدش رو بودم مایسر 15، درسته؟ مایسر 1% میشه، اینجا کلوز میکنه. خب اون موقع ولوم رو زدیم مایسر 5 شد مایسر 4. حالا باز اینجا یه مقدار دیگه شو میخوام ببندم، کافیه روش دابل کلیک کنم، یه چیزی که فراموش کردم بچه، این خیلی حساسه که ما رو کدوم قسمتش بزنیم. مثلا اگه قسمت استاپ لاس بزنیم میاد اوردر استاپ لاس و این آتو فعال میکنه، مثلا یا تو تیک پروفیت بزنیم همینطور. اگه رو قسمت ولوم بیاری روش دابل کلیک کنی اینجا مودیفای میشه، مثلا میگم هم 1% دیگه هم اینجا ببندم، مثلا میذارم مایسف 1. خب روی قیمتم یه مقدارش هم شو مایسف 3. اگه میخوام کلش هم ببندم این ضربه رو میزنم و از پوزیشن خارج میشم.
که حالا اینجا هیستوریش هم هست، مثلا من چقدر سود کردم، چقدر زیان کردم و از این حرفا. مثلا 4.40 مثلا اینجا گرفتم و این موجود کلی هست چقدر سود و زیان کردم. حالا اینو فعلا اینجا جاش نیست که حالا من میخوام توضیح بدم وقتمون گرفته میشه. خب این از بروکرها، این کار از متاترید. به همین سادگی ما همین میزا شما نیاز داریم. کلمه فارکس رو اگه بفرستید آموزش بیشترش که حالا چه چیزی داخل این هست و اصطلاحات خاصه فارکس رو براتون ارسال کنم. بچه به این کار میگم پارشال اگزیت، یعنی درصد از پوزیشن رو هر جا میبندیم. کلمه ریس فری کردنم فراموش کردم. مثلا شما اینجا بای زدید، مثلا اینجا میره تو سود، درسته؟ شما حد ضرر اینجا هست، حد سودت هم اینجا هست. از طریق این میشه SLTP رو مشخص کنید. حالا رفته تو سود، شما کافی حد ضرر ایوب بالاتر از حالا صبر کنید که مینی مارکت میره بالاتر برامون. ریس فری یعنی این که مارکت شما قیمت حد ضرر مثلا فرض کن اینجا نقطه ورودت بوده، مارکت رفته بالا، بلا فاصله که مثلا 40 پیپ رفت بالا، ما میگیم ریس فری کنی، یعنی حد ضرر تو بیار بذار بالاتر از نقطه ورود. اینجا دی قیمت الان بذار بیاد بره بالا براتون ریس فریش کنم. وقتی شما ریس فری میکنی یعنی اگه مارکت باز برگشت پایین، شما دیگه بدون سود و زیان تقریبا خارج میشید. و یا اگه گفتم مثلا حد ضررتون رو جابجا کنید، مثلا شما اول تیپ رفته رو تیپی اینجا تو تیپی یکی تو مثلا اینجا بوده، میگم ریس فری کنید. این تیپی یکی تو مثلا بوده اینجا، مثلا میگم ریس فری کنید. اینجا تیپی 2 تو بوده، میگم حد ضررتون رو جابجا کنید. حد ضررتون رو میذاری رو تیپی یکتون. وقتی رفت رو تیپی 3 حد ضررتون میذاری رو تیپی 2. وقتی رفت سر رو تیپی 4 تو حد ضررتون میذاری مثلا رو تیپی 3 و آروم آروم حد ضررتون اینجور جابجا کنید. و ریس فری کردن همینه که میگم مثلا حد ضررتو بیار بالاتر از نقطه ورود. نقطه ورود این سبز است، کافی حد ضررتو بیارین اینجا. این چه موقع امکان پذیر؟ موقعی قیمت حداقل تیپی یک تو زده باشه. ما وقتی تا تیپی یکمون نزنه، اگه شرایط حساس نباشه نمیگیم حد ضررتو جابجا کنیم. اگر که تو تایم اخبار باشیم و خدمتتون که بگم مجبور باشیم حد ضررمون رو بلا فاصله جابجا کنیم و سریع ریس فری کنیم که تو تایم خبر حد نخوریم، حدمون سنگین نشه اگه بخوایم. خب این از کار با متاتریدر. خب یک داستان دیگه اون صرافی ارز دیجیتال هست که بنده براتون اینو ارسال خواهم کرد. نحوه ثبت نامش رو خدمتتون میگم و لینک عضویتش رو براتون ارسال خواهم کرد و شما بچه‌ها ببینید. حالا مثلا این بروکر آلپاری هست، شما با چند طریق میتونید وارد و برداشت کنید که حالا یکیش یک راهش مثلا استفاده از ارز دیجیتال هست، یکیش از تاپ چنج هست یا وب مانی، حالا یا صرافی های تبدیل دلار ریال به دلاره، نه صرافی ارز دیجیتال. یه راهش که سریعتر و راحت‌تر و کم هزینه تر هست صرافی ارز دیجیتال هست. ما صرافی مختلف داریم، یکی از بزرگترینش هم نومیتکسه که حالا باز مشکلات خودش رو، خطرات خودش رو و نکات امنیتی خودش رو میطلبه. صرافی والکس داریم، صرافی آوانتتر داریم، خیلی صرافی داره. حالا من همین لینک صرافی نومیتکس رو براتون میفرستم چون که حجم معاملات توش خوبه و میتونید وارد برداشت‌ها رو انجام بدید. چه جوری وارد برداشتش هست؟ ما اینجا خدمتتون که بگم بعد از شما ثبت نامی که کردید، احراز هویت و این چیزها رو که انجام دادید، شما کافیه بیاید توی داشبوردتون اینجا یک کیف من وجود داره، یه وارد تو کیف پولتون که وارد بشید، این همون کیف پولتونه. یه وارد برداشت میبینید تومان داره، یا اینجا باز دکمه وارد برداشت داره، کافیه اینجا مثلا واریز رو بزنید. محدودیت چند بچه‌ها ورش یک چند روزی حساباشون رو امکان وارد برداشتشون بلاک شده بود، بسته شده بود، بعد با یه محدودیتی باز شد که حالا اینجا توضیح داده که چقدر مثلا شماره کارت انتخاب می‌کنید، مبلغ واریزی انتخاب حد اکثر مثلا 25 میلیون تومان. حد اکثرش رو فعلا این حد اکثر واریز شتایی گفتم، مثلا اینو یه خورده محدودش کردن که یه خورده تو معاملات ارز تأثیر نذاره و محدودتر باشه. واریز روزانه هست.
واردش شتابی داریم و پول به حسابتون واضحه. اگر یه موقع خواستید پولتون رو برداشت بزنید، کافی اینجا برداشت بزنید و پولتون رو میتونید بیارید داخل حسابتون. کد دو عاملی هست که از طریق گوگل اتنتیکیتور انجام میشه. در نظرش رو گوشیتون باید نصب کنید و کدی بهتون میده. بچه‌ها اینا همش یه سری نکات امنیتی داره. یه کد حالا 4 تا، حالا یه کد، یه حرف اعدادی هست که حالا که باید اینو حتما ذخیره کنی. حالا تو آموزشاش هست، حالا من نمیخوام خیلی وارد شم، قطعا توی پستی جداگونه اینو توضیح خواهم داد. و خدمتتون که این کیف پول یه سری حالا شما فرض کنید مثلا حالا کیف پول نمیدونم حالا میخوره بیت کوین و چیزی توش نیست. مثلا من میخوام فرض میگیرم مثلا من 25 میلیون واریز کردم، میخوام بیام ارز مثلا تتر یا ترون ترون که میام تو بازارش اینجا میزنم چی، حالا شما که فعلا آشنا نیستی با اصطلاح میزنم ترون یا ارز اسمش TRX ایکس هست. خب ترون به تومان میخوام پول خدمتتون که بگم ریالیمو، یعنی پول تومنمون 25 میلیون تومان رو تبدیل کنم به ارز ترون و ترون رو بفرستم تو صرافی اینجا. حالا خدمتی که مینی اینجا صرف آلپاری نشه، نوع انتقال واریز وجه هست. خب اینجا گفته ارزهای دیجیتالی که میتونید بگیرید USDT، اون تتر هست، بیت کوین هست، اتریوم هست، ترون هست، اودر کریپتو، ارزهای دیگه هم میتونید بفرستید. خب اینجا انتقال به میگه تو کدوم کیف پول میخوای و حالا ایناش خودتون دیگه کیف پولی که ساخته، یعنی حسابی که ساخته رو میتونید وارد اون حسابش کنید. خدمتتون که بگم یا روش پرداخت تاپ چینج هست. حالا ارز دیجیتال مثلا من میخوام ترون وارد کنم، حالا اینجا کافیه بگم مثلا رو قیمت چند میخوام. ببینید اینجا همون مثل قیمت لحظه‌ای همون داخل بازار بورس خودمون هست، چند هست قیمت رو این روی چند هست. این خریدار رو قیمت خدمتتون که بگم 11637 به تومان هست، 1163 میگم 11637 تومان. خریدار فروشنده رو 11669 تومان فروشنده است. مثلا قیمت روش سریع اینجا بزنم، قیمت بلافاصله اینجا اعمال میشه. قیمت اینجا بهش میدیم مثلا رو چه قیمتی میخوای. اینجا میبینید اینجا چارتش هم هست، مثلا میگه من رو 10000 تومان، مثلا رو قیمت 10000 تومان میگه 4% پایینتر از بهترین پیشنهاد. کل موجودیت اینجا میتونی انتخاب کنی، مثلا بهت میگه مثلا چقدر میشه. حالا من اینجا موجودی ندارم تو این حساب. خرید ترون رو میزنی. حالا اینجا اگر میزان خاصی ترون خاصی میتونی اینجا وارد کنی، مثلا میگی 30 ترون و اینو وارد. حالا مثلا ترون هم سعی کنید از تتر فعلا استفاده نکنید به خاطر بلاک شدن حساب، چون که تو قرارداد هوشمند تتر و مخصوصا رو صرافی نوبیتکس خیلی زوم دارن، حواسشون هست که یه پول متوجه فریزش کنن. با تتر خیلی انجام ندید، ولی حالا تتر هم براتون توضیح در دو تا شبکه انجام میشه نقل و انتقالش، حالا جلوتر بهتون توضیح میدم. تتر هم همینجوریه، میگه من مثلا رو قیمت الان مثلا 71 دلار هست، مثلا میگه من رو 70 دلار میخوامش. خب 70000 تومان ببخشید، قیمت هر دلار 70000 تومانه. میگه چقدر میخواید، حالا به تومان مثلا میگه آقا این پول من 2000 مثلا فلانه، مثلا میگه 300 تتر اندازش هست و اینو میتونید خریدو بزنید و رو قیمت اوردر شما مثلا میشه. مثلا من اینجا خریدو بزنم، حالا اینجا ارز شما، اینجا باید میگه مثلا شما در انتظار مثلا تو صف نشستید، تو صفحه مثلا رو قیمت فلان نشستید. خب وقتی که خرید شد اینجا میذارم مثلا ارزش پر شده، مثلا اینجا شد 100%، اینجا وارد کافی کیف پولت بشی. خب وقتی وارد کیف پول شدم با این سری ارزها مواجه میشم که اینجا حالا مقدار ارزش مقدار تعداد
ارزی که تو داخل کیف پولم هست اینجا نمایش میده. مثلا میگه بیت کوین اینقدر هست، یا مثلا ارزهای دیگر رو من فعلا توی کیف پول چیزی ندارم. مثلا من میخوام حالا ترون بفرستم، یا مثلا اتریوم یا تتر یا دوج کوین، هر ارزی که بخوام مثلا اون صرافی ساپورت کنه میخوام ارسال کنم. مثلا حالا تتر رو براتون مثال میزنم ولی فرق نداره. ترون هم شما میتونید بفرستید. ببینید صرافی، ببینید اینجا چه ارزی ساپورت میکنه. ببخشید بروکر، حالا من چند جای ویدیو هم گفتم صرافی دیگه داخل کردم. بروکر آلفاری مثلا گفته چه ارزی ساپورت میکنم. من ارز USDT یعنی همون تتر، BTC بیت کوین، ETH اتریوم، TRX همون ترون هست، اودر کریپتو و سایر ارزهای کریپتو که اگه روش بزنیم دیگه حالا با اونجا ارزی که میاد برای اینا مشخص کنه که حالا با ارزش دلاریشو اونا چنج میکنم و بهت میگن ارزش وارد کیف پول شما شد. حالا من با تتر براتون مثال میزنم ولی هیچ فرقی اینا با هم نداره. خب اینجا من تتر رو انتخاب میکنم، ادامه رو میزنم واسهتون. خب وارد این صفحه میشه، میگم مثلا من میخوام 100 تتر واریز به این کیف پول کنم. یه کارمزد هزینه ثابت 3 یورو یا 3 دلار برای واریز 30 یورو اعمال خواهد شد. کمیسیون نداره، تغییر ارز نیازی نیست. خب ما با یک شبکه‌های مختلفی میتونیم این ارز رو ارسال کنیم، تتر رو. ببینید من یه مثال ساده بزنم. شما مثلا میرید تو بانک، میخواید مثلا 1 میلیارد پول رو واریز کنید به یک حساب. مثلا میتونید با شبکه شبا اینو بفرستید یا با شبکه مثلا ساتنا. شبا مثلا دورتر میاد، هزینه کمتر داره. ساتنا سریع بلافاصله میشینه به حساب طرف ولی هزینه بیشتر داره. اینجا هم دقیقا همین جوریه. بر اساس سرعت و کارمزد شما انتخاب میکنید که تحت کدوم شبکه ارسال کنید. یا مثال ساده تر بزنم، فرض کن شما از تهران میخواد برید مشهد. یکی میاد میگی یه گزینه هواپیما داری که با هواپیما بری، یه گزینه اتوبوس داری، اتوبوس ساده داری، اتوبوس VIP داری، یه گزینه قطار هست. باز اتوبوس مثلا خدمتتون میگم یکیش بره اون شرکت، یکیش بره شرکت دیگه است. حالا شما میسنجی که آقا کدومش سریعتر میرسه، یا میسنجی که کدومش ارزونتر خواهد میفته. بر اساس این تصمیم میگیری با کدوم این مسافرت رو انجام بدید. ارز دیجیتال هم همینه. شما اینجا تصمیم میگیرید تحت کدوم شبکه که سریعتر برسه، یا اصلا سرعتش برات مهم نیست، ارزونش برات مهمه، انتخاب میکنید. مثلا حالا اینجا ارز تتر رو میگه من تحت بروکر آلپاری میگه من تحت 3 تا شبکه میتونم بپذیرم. یکی ERC20 همون شبکه اتریومه، یکی بایننس اسمارت چین BEP20 و TRC20 هم شبکه ترون هست. خب شما کافیه برید توی صرافی. حالا من میخوام تتر رو انتخاب کنم، رو تتر برداشت رو میزنم. خب یه صفحه اینجور باز میشه. خب اینجا سریع میگه شبکه برداشت بخوای چی انتخاب کنی. خب این همونه. حالا مثلا اینجا شبکه‌هاش بیشتره. میگه TRC20. شما اینجا 3 تا شبکه داشته، یکی TRC20، یه BEP20، یکی هم ERC20. خب این 3 تا رو اونجا میسنجه مثلا کارمزدش چقدره. TRC20 میگه کارمزد برداشتش 2 دلاره. خدمتت که بگم مثلا ERC20 هم که داشت هم میگه 10 دلاره. و حالا اگه شبکه دیگه داشت، حالا کارگزار دیگه داشت، میدونید تحت شبکه دیگه. مثلا اینجا پلیگون حالا فعلا غیر فعاله، اون شبکه متیکه و احتمالاً بعداً اضافهش میکنه. و مثلا این BEP20 داشت، درسته؟ آره داشت. مثلا تحت شبکه بایننس اسمارت چین میگه کارمزد 8 دلاره. تقریبا زیر مثلا 70 تومن میفته. اولوش 60 تومن، اینجا 60,000 تومن کارمزد میشه، ولی اونجا اولوش 140,000 تومن کارمزد اینجا TRC20. حالا من مثلا میذارم TRC20. خب شبکه TRC20 اینجا انتخاب کردم، یه آدرس تتر مقصد رو بهم بده. خب منم اینجا TRC20 باز انتخاب میکنم توی بروکر. اینجا تیکو میذارم، ادامه رو میذارم. 100 دلار من میخوام واریز کنم به اینجا، درسته؟ حالا اینجا خیلی نکته، این 100 دلار رو حواستون باشه. خب میگه شما مبلغی که واریز میشود 100 دلار هست. مبلغ انتقالیتون هم 100 دلار. کارمزد اینجا بروکرتون کم نمیکنه. خب اینجا انتقال وجه رو میزنید. حالا
اینجا یک آدرس کیفی پولشون رو بهت میدم. این آدرس کیفی میشه آدرس اینجا کپیشو میزنید، کپی میشه. فقط موقع کپی کردن حواستون باشه 3-4 رقم اولو حواستون باشه، 3-4 رقم آخر حواستون باشه. اینجا کافی اینو پیست کنید. خب TGQ4 آخرش هم VZNAH چند رقم اول است؟ GLXUJ. پس این آدرس درسته. مثلا اینو همیشه حواستون باشه یا اشتباه وارد نکنید، چون که یک کلمه اینجا جابجا بشه خدمتتون که بگم باعث میشه که پول شما اصلا به یه مقصد دیگه بره و داستان دیگه بعدش داره که این پول رو بتونید برگشت بزنید دیگه. اینو چک کنید که بتونید به پولتون اگر پولتون مستقیم بشینه که دیگه بعد داستانی پشتش نداشته. خب حالا اینجا مقدار رو برداشتی. شما گفته بودید من میخوام $100 بزنم، درسته؟ خب اینجا شما اگه بزنی $100 اینجا داره بهت پایین میگه چی؟ میگه کارمزد برداشت تحت شبکه TRC20 $2 هست و شما اونجا $98 دریافت میکنید، در صورتی که ما داخل بروکر ما بهش گفتیم ما $100 میخوایم واریز کنیم قبل از این صفحه. خب بعد اینجا چیکار کنیم؟ ما اینجا میزنیم این میزان کارمزد رو به اضافه این عدد میکنیم، میزنیم $102. پس میگه مبلغ واریز به اون کیف پولی که الان آدرسش اینجا دادی $100 خواهد بود. $2 شما برمی‌داریم، $100 رو واریز می‌کنیم. خب اینجا کد شناسایی 2 عاملی. حالا تو آموزشی که براتون می‌رسم اینجا برنامه گوگل اتنتیکیتور داخل گوشیت که نصب کنی یه کد 4 رقمی بهت میده، کد 2 عاملی. فکر کنم 4 رقم 6 رقم هست. اینجا واردش میکنی و درخواست برداشت میزنی. درخواست برداشت یه SMS میاد رو گوشیت، یه کدی هست، اون کدو میزنی و انتقال پیدا میکنه. بعد که انتقال پیدا کرد اینجا یه لینک تراکنش میاد، اینجا میذاره در حال انجام. وقتی تراکنش انجام شد اینجا میذاره انجام شد و لینک تراکنش اینجا میتونی رسیدش هم ببینی که مثلا تراکنش چه جور انجام شده. مثلا حالا اینجا ارز سولانو ما ارسال کردیم به جایی، اگه حالا نت جواب بده و این صفحه میاد بالا که آقا مثلا این ارز تراکنش انجام شده در تاریخ فلان ساعت فلان. فقط یک نکته رو بچه‌ها دقت کنید، این صفحه بروکر که اینجا باز میشه اینو هیچ وقت اصلا نبندید و رفرشش نکنید، چون این آدرس عوض میشه. نکنه یا این آدرس رو کپی کرد بعد این صفحه رو ببندید یه روز باز بیاد به همین آدرس بفرستید. اصلا این کارو نکنید، چون این آدرس برای همون لحظه هست، مختص اون مشخصاتی که تو وارد کردی. اصلا این صفحه رو نمیبندید تا بیاد بشینه به حسابتون و اینجا تغییراتشو اینجا ثبت میکنه که آقا ارز اومده نشسته در حال تراکنش هست و این چیزها. تقریبا حالا میتونه از 5 تا نیم ساعت حتی طول بکشه بر اساس حالا شلوغی شبکه. خب تو صرافی بودیم. این از نحوه واریز. حالا چیز دیگه هم بخوای واریز کنی مثلا هست، مثلا همون ترون رو تحت شبکه خود ترون بفرستیدش، چون حالا دیگه خورده کارمزدش بیشتره، کارمزد 3 ترون از تو میگیره. البته 3 ترون هم باز بکنم، حالا هر ترون رو هم نگاه کنم ببینم چقدره. 3 ترون برداشت میذاره، مثلا اگر ارزش حالا دلارش رو حساب کنی بهت میگه چقدره و اونجا هم کافی اونجا ارز ترون رو انتخاب کرده باشی و اینم از این موضوع. یا ارزهای دیگه هیچ فرقی نداره، چه ترون باشه چه بیت کوین باشه، مهم براتون کارمزدشه که اینجا داره میاد. ببینید حالا ما یه سری ارزها بهش ما میگیم استیبل کوین، مثل تتر، مثل دای، اینا قیمتشون همون $1 همیشه و قیمتشون ثابته. ولی مثلا ارزهای دیگه مثل بیت کوین و اینا قیمتش دیگه بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شده و قیمتشون روز به روز تغییر میکنه. خب اینم از این موضوع دیگه بچه‌ها. ما دیگه تقریبا آموزش این موضوع هم تکمیله. فقط یه چیزی بهتون بگم، عزیزانی که کلمه فارکس برای ما بپرسن، ما یه سری آموزشی هست مقدماتی فارکس هست، یه لینک آپاراتی بهشون میدیم، وارد این صفحه آپارات میشین. کافیه این صفحه که باز شد بیاید پایین صفحه، اسکرول کنید بیاد پایین صفحه، پایین. اینجا نوشته قسمت اول آشنایی با بازار فارکس. از قسمت اول تا قسمت 20 تا اینجا که
آموزش متاتریدینگ در تلفن همراه. تا اینجا شما نیاز دارید دیگه. این تحلیل فاندامنتال و بعد بالاتر از این خیلی نیازی نداره. این برای اینکه آموزش با نحوه کار با برنامه متاتریدینگ کامل تر از چیزی که الان من توضیح دادم داخل این هست، میتونید یک بار دیگه وارد شید و ببینید. کافی کلمه فارکس رو ببرید، لینک این آپارات و لینک این پیج رو براتون میفرستم که بتونید وارد شید. فقط کافی به پایین صفحه هر قسمت یک ببینید به جلو. هر قسمتش که دیدی آقا براتون خیلی تکراریه، میتونید رد کنید به قسمت بعدش. که حالا اکثرا این قسمت حتما قسمت 20 رو ببینید که کار با موبایل، عزیزانی که میخوان با موبایل کار کنن یعنی متاتریدینگ رو گوشی نصب کنن نیازشون هست. پس ما 4 کلمه کلیدی داریم که میتونید کپشن رو برای ما ارسال کنید که ما توی دایرکت لینک های مخصوص هر کلمه‌ای که به ما دادید براتون ارسال میکنیم. یکی کلمه یوتیوبه که آدرس کانال یوتیوب اون رو بهتون میدیم که همین ویدیو که الان داره اینجا ضبط علاوه بر اینستا داخل یوتیوب هم براتون سیوش می‌کنیم که بتونید راحت‌تر ببینید. یکی کلمه فارکسه که همین آدرس آموزش آلپاری هست، آموزش سایت آپارات هست که تحت بروکر آلپاری انجام شده، آموزش برنامه متاتریدر هست. یکی کلمه صرافی هست که خدمتون که بگم نحوه احراز هویت و ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال. حالا نویتکس رو براتون ارسال میکنم ولی حالا صرافی دیگه مثل والکس اینا هست، حالا فعلا با همین نویتکس کارتون راه میفته. یکی هم حساب هست که آدرس همون ماشین حساب و این و عکس خدمتون که بگم فرمول محاسبی پوزیشن سایزینگ یا اون ولومی که داخل برنامه متاتریدر بود رو براتون ارسال خواهیم کرد. خب به پایان این قسمت آموزشی رسیدیم. برای همتون آرزوی سلامتی دارم. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.